یه سوال، فقط یه سوال. اگه از فردا کسی رو کره زمین نبود که بخواد تو رو قضاوت کنه، اولین کاری که میکردی چی بود؟ واقعا فکر کن. نمیخوام که جواب کلیشه‌ای بدی. واقعا اون چیزی که میاد تو ذهنت، اولین چیزی که میاد تو ذهنت، میخوام همونو بگی. شاید یه پیج میساختی، شاید میمدی چه میدونم تولید محتوا میکردی، شاید یه ورزش جدید، یا شاید هم یه ساز جدید رو شروع میکردی، یا شاید اصلا اونجوری که دلت میخواست لباس میپوشیدی، همونجوری که واقعا دوست داشتی. حالا یه سوال سخته. اگه که جوابت با زندگی الانت فرق داره، اون زندگی که دوست داری و واقعا الان کی در زندگی میکنه؟ بعضی وقتا فکر میکنم که بیشتر آدم‌ها به خاطر شکست خوردن رویاهاشون از دست ندادن. به خاطر حرف و قضاوت شدنه که خیلی از رویاهاشون رو از دست دادن، یا اینکه پشت کردن به رویاهاشون. جالبه، حتما نیازی نیست که کسی چیزی بهمون بگه یا قضاوتمون بکنه. کافی احتمال بدیم که شاید یه نفر بخواد یه نظری راجع به ما بده. همین باعث میشه که نخوایم اون کار رو ادامه بدیم. یه ویدیو ضبط میکنیم، هیچ وقت منتشرش نمیکنیم. یه لباس داریم که شاید هیچ وقت نمیپوشیمش. یه ایده داریم که شاید هیچ وقت عملیش نمیکنیم. یه نظر توی محیط کارمون داریم، هیچ وقت اونو بیان نمیکنیم، به خاطر اینکه از این میترسیم که الان یکی قراره ما رو قضاوت کنه، یا اینکه یه نفر یه چیزی بگه. فکر میکنم از یه جایی به بعد دیگه واقعا زندان لازم نیست. آدما خودشون یاد میگیرن که زندان خودشون باشن، زندانی که دیواراش هم واقعا از سیمان نیست، از فکر و افکار مردمه. یه چیزی همیشه ذهن منو درگیر میکنه. نمیدونم بچه‌ها رو دیدین وقتی میخندن، وقتی میرقصن، وقتی آواز میخونن، انگار اونا واقعی ترن، انگار که هیچ ترسی از قضاوت شدن ندارن، خیلی راحت تر از ما آدم بزرگا زندگی میکنن. ولی اتفاقی که میفته اینه که وقتی ما بزرگ میشیم کم کم شروع میکنیم به نگاه کردن به خودمون، ولی از چشم آدمای دیگه. یه روز میشنوی که این کار بچگونه است، یه روز میشنوی که مرد که این کارو نمیکنه. الان وقتش نیست ببینی مردم چی میگن، و اینکه آروم آروم بدون اینکه بفهمی ببینی که فرمون زندگی تو دادی دست یه نفر دیگه و خودت هیچ کنترلی روی اون زندگی نداری. و در آخر بگم که فکر نمی‌کنم بزرگترین تراژدی زندگی این باشه که شکست بخوری. فکر می‌کنم بزرگترین تراژدی اینه که هیچ وقت نفهمی اگه نمی‌ترسیدی چه آدمی می‌شدی.